سلام رفقای پر انرژی خودم. به یه ویدیوی خاص دیگه خیلی خوش اومدید. اگه اولین بار اینجایی، بدون که اینجا قرار حرفایی بشنوی که شاید نگاهت به زندگی رو عوض کنه. اگه از قبل همراه من بودی، خوشحالم که بازم اینجایی، چون امروز قراره یکی از واقعی ترین و عجیب ترین رازهای موفقیت رو با هم بررسی کنیم، اونم از زبان خود هوش مصنوعی. ولی قبل از این که بریم سراغ اصل مطلب، یه خواهش مهمی ازتون دارم. اگه براتون ارزشمنده که بدونی آدمای موفق دقیقاً چی میدونن که بقیه نمیدونن، اگه دنبال رشد شخصی و واقعی هستی، نه فقط انگیزه لحظه‌ای، پس همین الان لایک کن که انرژی بگیریم. تو کامنت هم بهم بگو تو فکر میکنی مهمترین عامل موفقیت چیه؟ پول، تلاش، رابطه یا چیز دیگه؟ و یادت هم نره سابسکرایب کنی، چون تازه اول راهیم و قراره با کمک هوش مصنوعی ذهنمون رو طوری ارتقا بدیم که اصلا قابل مقایسه با قبل نباشه. دوستای خوب من، میدونین چی جالبه؟ همه ما فکر میکنیم آدمای موفق یه راز عجیب دارن، ولی واقعیت اینه که هیچ رازی وجود نداره. فقط یه چیز هست: ثبات در قدم‌های کوچیک. من همیشه دنبال یه جواب عجیب و غریب بودم، دنبال یه اتفاق خاص، تا وقتی که فهمیدم جواب توی کارهای ساده است. همون چیزایی که همیشه شنیدیم ولی هیچ وقت جدی نگرفتیم. مثلا چی؟ اینکه صبح زود بیدار شی و فقط 10 دقیقه با خودت خلوت کنی، یا اینکه قبل از خواب به جای چرخیدن تو گوشی فقط یه صفحه کتاب بخونی. اینکه یه جمله بنویسی که یادت بندازه چرا شروع کردی، همینه. و حتی اینکه به خودت افتخار کنی، چون امروز با وجود همه سختی‌ها داری ادامه میدی. من یه جمله از هوش مصنوعی گرفتم که خیلی روم تاثیر گذاشت: اگر امروز خسته‌ای، یعنی داری رشد میکنی. کسی که هیچ کاری نمیکنه خسته نمیشه. این جمله رو نوشتم و زدم به دیوار اتاقم و از همون روز هر وقت خسته میشم به خودم میگم این یعنی دارم رشد میکنم. فضای ذهنت رو پاکسازی کن. آدمایی که فقط غر میزنند و اخراجشون کن از زندگیت. حتی اگه از نزدیکترینات هم باشه، فاصلت رو باهاشون حفظ کن. شروع کن به یاد گرفتن یه مهارت جدید. هوش مصنوعی الان یه دنیای بزرگیه، چرا ازش استفاده نکنی؟ من مثلا باهاش ایده تولید محتوا میکنم، باهاش برنامه‌ریزی میکنم، حتی وقتی حال ندارم ازش انرژی میگیرم. با خودت مثل یه دوست رفتار کن، نه دشمن. خودتو سرزنش نکن، تو داری سعی میکنی، داری تلاش میکنی، همینی که ارزشمنده. هر روز یه کار کوچیک انجام بده برای رویاهات، فقط یه کار. اگه میخوای یوتیوبر بشی، یه ویدیو کوتاه بگیر. اگه میخوای مهاجرت کنی، یه مقاله بخون. اگه میخوای تغییر کنی، یه عادت کوچیک تو امروز شروع کن. میدونید راز موفقیت انسان‌های برجسته ترکیبی از عادت‌های پایدار، ذهنیت رشد و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی است. افراد موفق همواره در حال یادگیری هستند. برای مثال، وارن بافت روزانه ساعت‌ها به مطالعه می‌پردازه تا دانش خود را گسترش بده. در حوزه هوش مصنوعی نیز متخصصان با پیگیری مداوم تحولات و آموزش‌های جدیدی در صدر باقی می‌مونند. موفقیت بدون هدف گذاری دقیق ممکن نیست. افراد موفق همیشه اهداف اسمارت، یعنی مشخص، قابل اندازه‌گیری، دستیافتنی، مرتبط و زمان بندی شده تعیین می‌کنند. این رویکرد در پروژه‌های هوش مصنوعی نیز کاربرد داره، جایی که تعریف دقیق اهداف مسیر پروژه رو روشن می‌کنه. شکست بخشی از مسیر موفقیته. افراد موفق از شکست‌ها درس می‌گیرن و با انعطاف پذیری به مسیر خود ادامه میدن.
در دنیای هوش مصنوعی این رویکرد به معنای آزمایش مداوم و یادگیری از نتایج. ساختن روابط قوی و همکاری با دیگران از ویژگی‌های مشترک افراد موفقه. هیچ فرد موفقی به تنهایی کار خودش رو ادامه نمیده. حتما یه تیم موفق با خودش داره. در پروژه‌های هوش مصنوعی تیم‌های چند رشته‌ای با همکاری متخصصان مختلف به نتایج بهتری دست می‌یابند. افراد موفق با مدیریت مؤثر زمان بر کارهای اولویت‌دار تمرکز می‌کنند. این به معنای تخصیص زمان به فعالیت‌های با ارزش، افزوده بالا و اجتناب از اتلاف وقت است. سلامت جسمی و روانی پایه‌ای برای عملکرد بالاست. افراد موفق با ورزش منظم، تغذیه سالم و تمرینات ذهن‌آگاهی انرژی و تمرکز خود را حفظ می‌کنند. هوش مصنوعی میتونه با تحلیل داده‌ها و ارائه بینش‌های دقیق به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر کمک کنه. افراد موفق از این ابزارها برای بهینه‌سازی فرایند و پیشبینی روند بهتر بهره میبرند. با ترکیب این عادت‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری میتوانیم مسیر موفقیت را هموارتر کنیم. وقتی من از هوش مصنوعی پرسیدم من احساس ناامیدی دارم، چیکار کنم که دوباره قوی بشم؟ جوابش عجیب بود اما ساده. بهم گفت هر روز صبح فقط 5 دقیقه بشین و به خودت بگو چرا شروع کردی. هدفت رو بنویس، فقط یکی. بعد بپرس امروز چیکار میتونم براش بکنم. هرگز از اشتباه نترس. اون اشتباه ها بودن که تو رو قوی تر کردن. آدمای منفی رو حذف کن. انرژی تو گرونه. مفت ندیش. و مهمتر از همه هر روز یه چیز کوچیک یاد بگیر. حتی اگه یه جمله باشه. راستشو بخوای اولش فکر کردم اینا همون حرفای تکراریه. ولی وقتی شروع کردم به اجراشون زندگی منم کم کم تغییر کرد. الان هر روز با انگیزه بیدار میشم چون میدونم مسیر موفقیت از همین قدم‌های کوچیک میگذره، نه از معجزه. اگه تو هم حس کردی ته راهی، یه پیشنهاد دارم برات. همین امروز یکی از کارها رو شروع کن، فقط یکی. و اگه کم آوردی بدون که من اینجام، با همین ویدیو، با همین تجربه، پس بیا با هم قوی تر شیم. خب رفیق خوب من، اگه تا اینجا اومدی یعنی واقعا دنبال رشد و تغییر واقعی هستی و این تازه شروعه. از این به بعد قرار هرچی کتابه، جمله انگیزشی، راز موفقیت و حتی تجربه های ناب از آدم های بزرگ هست رو با کمک هوش مصنوعی برات تحلیل کنم، ساده سازی کنم و دقیق تر از همیشه بهت بگم که چطوری توی زندگی واقعی به کارش ببری. نه فقط شنیدن یه جمله قشنگ، بلکه دونستن این که اون جمله دقیقاً چرا کار میکنه، کی باید ازش استفاده کنی و چطور تبدیلش کنی به نتیجه. پس اگه دلت میخواد یکی یکی رازهای موفقیت رو از دل داده ها، ذهن آدم های بزرگ و مغز هوش مصنوعی بیرون بکشیم، همین حالا تو کامنت ها به هم بگو میخوای در قسمت بعدی کدوم کتاب یا کدوم آدم موفق رو بررسی کنیم. یادت نره لایک کنی، این ویدیو رو هم با دوستات به اشتراک بذاری و حتما کانال رو سابسکرایب کنی چون قراره چیزهایی بگم که هیچ جا نگفتن. تا ویدیوی بعدی با قدرت و با ذهنی بازتر. خدا حافظ. خدا حافظ رفیق در مسیر رشد من.